درود بر شما جناب موجودی، خوش آمدید. یک سری سوال از طرف مخاطبین ما توی این 3 هفته‌ای که پروژه تیچ بریج تایلند رو راه اندازی کردیم ایجاد شده که اگر اجازه بفرمایید من از شما میپرسم. سوال اولشون این بوده که معلمی که برای اولین بار وارد تایلند میشه با تفاوت‌های فرهنگی اونجا که خب طبیعی است که با ما یه مقدار متفاوت هستن، چگونه میتونه آشنا بشه و با اونها بتونه ارتباط برقرار بکنه؟ درود بر شما و دوستداران زبان پژوهان. عرضم به حضورتون که یکی از مواردی که بسیار از خود بنده هم سوال میشه این پرسشی که شما فرمودید. ببینید، ما خوشبختانه تفاوت فاحش فرهنگی بین فرهنگ خودمون و فرهنگ تایلندی نداریم و جای خوشبختی است که اونها روابط بسیار خوبی با کشور ما و با فرهنگ ما دارن و به محض دیدن آموزگاران خارجی بلخص ایرانی بسیار به فرهنگ ما توجه میکنن. ارتباطشون بسیار ارتباط دوستانه و پر از خلوص و معنویته. به خاطر همین هستش که ما به راحتی میتونیم در اونجا زندگی کنیم و ما مردمش تعامل داشته باشیم. سپاسگزارم. جناب موجودی، سوال دومی که مطرح شده بود از طرف دوستان اینه که فرهنگ تایلند چه تأثیراتی میتونه بر روی روابط یک معلم خارجی با دانش آموزان و اولیای آنها داشته باشه؟ عرضم به حضورتون که سوال بسیار بجایی است. ببینید، زمانی که آموزگاران ایرانی به تایلند مراجعه میکنن و مثلا در جامعه و مثلا در مدرسه مشغول به کار میشن، یکی از شاخصهایی که خیلی بهش توجه میشه تو این زمینه عنصر شادیه که این رو به صورت تبادل با این عزیزان همیشه مد نظر هم تایلندی ها هم آموزگاران ایرانی هست که باعث بشه که زندگیشون بسیار زیباتر و قشنگتر در اونجا به صورت خیلی زیبا برگزار بشه. سپاسگزارم. و سوال آخر این که از نظر شما سبک زندگی یک معلم خارجی در تایلند چگونه میتواند باشد؟ مثلا ساعت کارشون، اوقات فراغت و زندگی و روابط اجتماعی که ممکنه حالا بعد از ساعت کاریشون در جامعه باش برخورد داشته باشن چگونه میتونه باشه؟ عرضم به حضورتون که یکی از عمده رفتارهایی که توسط یه معلم خارجی مثلا توسط آموزگار ایرانی باید اونجا لحاظ بشه اینه که اونها در مدرسه یه دیسیپلین خاصی دارن و بر اساس این دیسیپلین زندگی هم به همون صورت اداره میشه. به طور اهم و اخص بیشتر معلم‌های خارجی سعی میکنن که با لایف استایل تایلندی آشنا بشن، مخصوصا با زبانشون آشنا بشن و بتونن اون فضا رو درک کنن. خوشبختانه این تبادل فرهنگی بین فرهنگ خود ما ایرانیان به خصوص آموزگاران خارجی که اونجا مراجعه میکنن و مخصوصا خود تایلندی‌ها خیلی راحت برگزار و بسیار حائز اهمیت هستش و باید خیلی از مواردی که اونها به صورت دیسیپلین برای ما مطرح میکنن رعایت بشه. سپاسگزارم. دوستانی که قراره به صورت جدی و مستمر در کشور تایلند مستقر بشن، یک لایف پلان برای خودشون باید ابتدا داشته باشن که این لایف پلان اونها رو به مقاصد بهتری در کشور تایلند خواهند رسوند. ما تصمیم بر این هستش که این لایف پلان رو در جلسات بعدی توضیح بدیم و حتی در جلسات خصوصی هم که با دوستان داریم این رو به صورت مشروع و مبسوط بهشون خواهیم گفت. من ازتون خواهش میکنم که حتما برای اطلاع بیشتر به تیچ بریج تایلند مراجعه بکنید که ما در اونجا برای شما برنامه رو خواهیم گفت. سپاسگزارم، محبت کردید. ممنون از حضورتون.